اگه تو عمرت حتی یه بار از جاده چالوس رد شده باشی، احتمالاً از کنار این رستوران هم عبور کردی، بی اینکه بدونی پشتش چه اتفاقایی افتاده. این پرونده از همون جایی شروع شد که 3 کارگر رستوران بین راهی تو جاده چالوس یه شبه ناپدید شدن. نه خبری، نه ردی. فقط اینکه صبح روز بعد هیچ کدوم سر کار نبودن. چند روز قبل از ناپدید شدنشون محلی ها میگفتن نصف شبها نور رستوران روشن میشد و از پشت ساختمان صدای خرد شدن یه چیز سنگین می اومده. تنها کسی که اون شب اتفاق عجیبی دیده بود آقای خدادادی بود، راننده یک بنز خاور که همیشه از اون مسیر رد می شد. اون میگه نور رستوران هی قطع و وصل می شد، انگار یکی داشت با فیوز بازی می کرد. چند روز بعد یک شب بارونی 4 دانشجو از تهران تصمیم می گیرن همونجا غذا بخورن. در رستوران باز بوده، چراغ‌ها کمجون و این آخرین باریه که کسی اونا رو دیده. هفته‌ها میگذره تا اینکه چند تا از محلی‌ها بوی تعفن خیلی سنگینی رو از پشت رستوران حس می‌کنن، بویی که هر ساعت بدتر می‌شده. وقتی پلیس میرسه در پشتی نیمه باز بوده، روی زمین رد کشیده شدن یه چیز سنگین دیده می‌شده که مستقیم میرفته سمت سطل زباله بزرگ پشت ساختمان. همونجا چند تا کیسه سیاه بزرگ پیدا می‌کنن که از زیر یکیش مایع تیره رنگ روی خاک شره کرده بوده. هیچ وقت اعلام نشد داخل اون کیسه ها چی بوده و از 7 نفری که اون شب اونجا بودن هیچ کس هیچ وقت بر نگشت. منتظر قسمت 3 پرونده های تاریک ایران باشید.